خانم حنا ببین، حالا تو نیستی، من اینجا تنها موندم، همه به من دعوا میکنن. اگه اینجا بودی اقلا با هم اصل مطل بازی میکردیم. حالا من چی کار کنم؟ تنهایی موندم. گرفته خوابیده. گرفته خوابیده. حسن پاشو مگه صدای خروس نشنیدی ها؟ صبح شده، بسته خواب، پاشو. اگه صبح شده پس چرا هوا تاریکه ها؟ اگه صبر و حوصله بکنی هوا کم کم روشنم میشه. حسن جون امروز مدرسه نمیخواد بری. اما حسن اما عوضش باید بری دکون حسین آقا ببینی شاگرد میخوان یا نه.
بده من. چرا اینطوری من میکنی؟ میخوام ورزش کنم. خیلی خوب، ورزشتو که کردی برو. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه. آی آی. چهار. یک، دو، سه، چهار. وای. یو. 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 چه درخت بزرگی! جلل خالق تا کجا رفته؟ انگار حسن راست میگفت. بذار ببینم. وای چه برگایی داره حسن. شاید بشه از برگاش استفاده کرد. چه سفت کندم نمیشه. خب اینا به چه درد میخوره ها؟ حسن چه استفاده ای دارن؟ حسن رفتی اون بالا چه کنی؟ بیا پایین بیافتی سرت میشکنه ها. دلیل نشی بچه بیا پایین. حسن بیا پایین. اینقدر مادرتو دقیقه. حسن دیدی چه خاکی به سرم شد. من که خودم نمیتونم برم اون بالا. حالا چی کار کنم؟ برم خاله رنا مشرفه یک جو خبر کنم. اینجا بودم فایده